اوه هم دکانی احمد کام اگه جمعه کو هم مسئله دک کور قچه میکنم بعد زنگ کن میزنم خوب دوا سلام علیکم و علیکم السلام سوزیا که جون سلامتی خوبه برو برکات سوزان شما سوزین خوب شین چه داره ها هیچ یک جون یک خبر گفتم بگیرم مرا شناختی اخی که بله اخی برادر عبدالله جان و برادری که هجامه میکنه مون برادر او چطوری برادر اخی چه کد اخی همه وقت عجب بدین ویدیو میکردین یا بود معقوله که ما هم خیال که این برادریم نکی قطعی ختم برادر بود نکی نسبت ختم گپای بیزه میزنم نفهمیدم اترا من بسیار قطعی وقت میگذارونم سیومکا میکنیم در دکانش بسیار میرم برادر گفته خیلی چند ویدیوی شما را نشون میتونم این برادر بسیار چیزای خوب میکنه بگم اگر شما را هر خی گپای گنده میزنم ما و برادر نغز میشناسیم اما شیطان جز تو دیگر خبررسان نیافت ای که خبرم کردی از غیبت ناکس پیشم تو مگو از سخن زشتی هر کس شیطان تو رو مسئول عیب دیگری کرد زینهار به من مگو غیبت هر کس اگر ما برای خوبی خودت میگیم او برادرم ما نغز میشناسیم مرحمت برادر جون خوش اومدی ولی اگر خودت میفهمی چه خیلی آدم های بعد در پناه خدا باشی یک کس خوبی میانو میگویم خسته شدیم از خیلی انسان‌های خبرکش از پشت این خیلی انسان‌ها برادری ما جدا میشود الو لبای که عبدالله سعودی خوبی الحمدلله برادرم گجده یکا در دکان هستم دکان دایی یا پیشت بیام اگر زیارت کنم مایلش آخر مایلش بیاین انشاءالله مایل خوبه که جا میام وزی دکتر جان داره اوی که مهمون اومد خب باشی برادرم باشی بیا بابا بیا سلام علیکم سوزی خوبی برادر جان نه علیکم السلام شما کی مهمون مهمون که جون بیا السلام علیکم شما دی مرحمت الحمدلله شما چه خیلی خوبین هیچ یک جا خبر گفتم بگیرم هی سلامت باشین خوش اومدم بار دیگه گیری از هرشینی کنین خجان برای کاری مهم اومدیم پیشه میدونی که ترا به خاطر الله دوستت میدارم هم دلم طاقت نکرده که باید بگم ده هم گپ کنم خب برادرم بشم در شما بفرمایید اما احمد میرزای فکر اخی بله میشناسم برادر اخی میگویم بله چند بار ویدیو کردین قطعیش دوستی عزیز قیامتی در دکانش بدم با نیتی خوب رفته بودم ترا سخنوی بیزه بگو همجا خیستم قرم کرد اومدم اکنون بس است اگر تو راستگوی باشی پس تو سخنچینی و اگر دروغگوی باشی تو فاسقی ای ابله و ای سخنبری پرزگونا نمیشد که سخن نبرده میکردی پناه آبروی تو را خصلتی بد پس کند واللهی که بد گفته رود بالاخره به زیر چاه در حیات شرم نمیداری اینقدر سخنچینی سخنبری میکنی یا کما با فایده خودت گپ زده استم چیزی دیدگی من گفتم خیز از جایت با قدم نوپاک کد اینجا رو نوپاک نکن یا فقط بله. اومده سخنچینی میکنی برو روید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و عبدالله و علیکم السلام و رحمت الله احمد جان خوب هستی؟ شکر خدا مایده کار زندگی کارونازه که همه خوب الحمدلله خواستم که یک مثه ها را دوامش را از زبان شیرین شما شنوم بفرمو برادر جان هر که عیبی دیگران پیش تو آورد و شمور بیگمان عیبی تو پیش دیگران خواهد بود ای ماشاءالله انشاءالله که در کار هستی بگه زنگ زده با گپ میزنیم ناراحت نمیکنیم خب برادر عزیز برای کار خب سلام علیکم و رحمت الله ماشاءالله شما شیطان های انسی با این سخنچینی اتان سبب پراکندگی ما برادرها شدن نمیتوانید دکتر اسراری گیر این پلید رو نیز از دکان بیرون کن أعدوا ما استطعتم أرهبوهم أقيموا الحرب حيث ثقفتموها خذوهم واحصروهم واقتلوهم
يعذبهم وينصركم عليها ويشفي صدور قوم مؤمنين.